بله و بله. میخوایم یک کم کابلی هم صحبت بکنم، به این خاطر که چون شما در نظر دارین که با وطندارای ما بیشتر صحبت بکنین، خوب است که لهجه کابلی و هراتی و بدخشی ما هم کمی گوشایتان باش آشنا شود. ولی همچنانی که شما فرمودید، ما در کاج تلاش ما بر این است که علیه کلیشه های حاکم در مورد مردم خود ما و دیگران بپردازیم. انسان ها تنها کلیشه های ساخته ذهن یک گروه نیستند. هر انسان یک داستان داره و هر داستان به نظر ما باید شنیده شود پیش از اینکه قضاوت شود و پیش از اینکه در موردش بخوایم یک برچسب بزنیم. ما باز هم تاکید میکنم میره که برای شنیده شدن بیشتر به این گفتگوها نیاز و ضرورت داریم و شما هم کاج را از خود بدانین. ما همیشه هستیم که بتانیم شما را بیشتر با او صفحات و یا او فرهنگ از مردم افغانستان آشنا کنیم که شاید بسیار کم دیده باشین.